همین خیلی عذاب‌های همین راه من در این کتاب تصویر کردم. صفیه ناصیر ساکنی 76 ساله دوشنبه برای نوشتن کتاب داستان نبافت. کافی بود فقط سفرهایش به ازبکستان را تصویر کند. داستان‌های سفرهای پرعذاب و مشقت به زادگاهش شهر سمرقند را. طی 20 سال گذشته هر سال به دیداربینی عزیزانش به سمرقند می‌رفت و از مرز تاجیکستان و ازبکستان می‌گذشت. مرزی که به گفته صفیه ناصیر مثل سد اسکندری بود، جایی که گذشتن از آن امری محال است. سرحد بهم هم سرحدبان‌های ازبک بعضی هاشون همشون نه بعضی هاشون بسیار درشت معامله بودن، بسیار میخواستن که ممکن یگون چیز و گیرند پاره گیرند یگون همین خیلی میخواستن به فکرم میگفتن همه چیز همین برخالتوم خالی میکردن روی میز به خالی میکردن یک افشونده سونی جابجا میکردیم. صفیه که 55 سال پیش در تاجیکستان شوهر کرد و اینجا ماند، ماه آگوست امسال با دیدن خویشاوندانش به سمرقند رفت. این دفعه سد اسکندری را ندید. من باورم نآمد که آدم‌ها اینقدر معامله‌شون دیگر میکردین. هم سرحدبان‌های ازبک حیران شدم. همشون هم خیلی پیر و جوان، هم خیلی مرد و زن، همشون هم خیلی و مناسبتشون هم یک خویش و تبار بری، یک نزدیک بود، هم قدر مهربان بودن. مثل خانم صفیه هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان در ازبکستان خویش دارند و اکثرا در شهرهای سمرقند و بخارا. اما از ترس آزار و اذیت مرزبانان ازبکستان کم به دیدن آنها می رفتند. هزاران نفر دیگر هستند که آرزوی دیدن دو شهر تاریخی و عمدتاً تاجیک نشین را دارند. من خود برای خودم میخوام که یک بار رفته سمرقند و بخارا با چشم خود تماشا بکنم ببینم. خیلی آرزو دارم و خشت تبار بین ازبک و تاجیکان زیاد هستند. میخوایم که راه شده شود یا ویزا خط کنن و ما هم خیلی همچون خشت تبار رفت آمد کنیم. از سال 2016 بعد درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان و گرم شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان رفت و آمد بین مردم دو کشور زیاد شده است. 5 شرکتی پیدا شدند که محض سفر به ازبکستان را تشکیل میکنند. شرکت آیستور یکی از آنهاست و خواهشمندان را با اتوبوس به ازبکستان میبرد. روزانه 15-20 نفر به آنها مراجعت میکنند. چند روز پیش گروهی که ما روانه کردیم تقریبا 20 نفر بود و یک کودک خردسال هم بود. جوانترین سیاح ما تقریبا 7 ساله بود که با پدر و مادرش و مسافر هم بود که در سن 60-70 ساله. یعنی مردم طبقه های گوناگون، هم جوان ها و هم کودکان و مسافران. وقتی که ما اعلان دادیم برای سیاحت همه بسیار میخوان که روان با تماشا و سیاحت. مقامات ازبکستان اخیراً گفتند که در 9 ماه سال جاری با 60,000 شهروند تاجیکستان روادید سفر به ازبکستان را دادند. یعنی ماهانه تا 7,000 شهروند تاجیکستان به کشوری همسایه سفر کرده است. و کشوری همسایه‌ای که تا 1 سال گذشته در بینشان سد اسکندری گذاشته بودند.